بله. بسیار متشکرم. به نام خالق عشق و دوستی و محبت، خانم ها آقایان سلام، سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خیلی زیبا و شیک این مدلی، نه مثل آقای شهریاری که برای من SMS زده سالی پر از توأم و سرشار از آکنده برایت مملو از لبریزم. شما فهمیدین چی گفته؟ منم مرد حسابی آدم SMS. یکی از فک و فامیلاشون آخه ریوند یک کوره دهاتی است در خراسان. قربونت برم، تو از نیویورک اومدی؟ دیروز تو تشییع جنازه تاچر بود. در ریوند یکی از فک و فامیلاشون رفت دامپزشکی، گاوشو برده بود دامپزشکی. دامپزشک گاوه رو معاینه کرد و خواست براش دارو بنویسه. گفت آقای دکتر اگه ممکنه دواهاشو تو دفتر من بنویس. دکتر هم گفت آقای ریوندی میبینی که این گاو ماده است، اقلا دفترچه خانم تو میآورده. آرامش خودتو رو حفظ کنی، من اینو درست میکنم. اگه چشای قشنگت یه دریاچه یه نوره، لب سرخابی رنگت گاه مثل سموره، بیش و مومه دلم سرد و سوت و کوره، جز تو هیچ کس دلم نمیخواد مگه زوره. آخ چقدر دوستت دارم بیشتر از یه عالمه، خنده جونم این همه تازه میگی بازم کمه از تو. تو این دنیا تو این عالم میونه این همه آدم منو مشکل به کی دادم، یه علکی خوش دادم. خانم ها آقایان تا یادم نرفته چند روز پیش آکادمی بود، مرد موفقیت ایران جناب آقای دکتر علت اینجا هستن. به افتخارش این دسته خیلی عالی زدن. جناب آقای دکتر علت همه آدمای موفق در بانک پاسارگاد حساب دارن، از جمله مرد موفقیت ایران دکتر علت. آقای دکتر علت خیلی خوش آمدید. اتفاقا یک بارم منو به یکی از همایش‌های بسیار خوب و ارزشمندشون فکر کردم میگه اتفاقا یه بار منو مدافع کردن. تو قطار نشسته بود با نامزدش. به جان خودم دیگه دوره نامزدیه دیگه، چنان که سعدی میگه افتد و دانی. خب اینا تو کوپه قطار نشسته بودن. تو کوپه هم دیدید که آدما کاری ندارن برای انجام دادن، ظلم میزنن به هم دیگه. خب این بدبختم نامزد نه حرف عاشقانه‌ای میتونستن بزنن نه نامزد بازی، هیچ. دید هیچ کاری از دستش بر نمیاد، به نامزدش گفت عزیزم. گفت جانم. گفت الان قطار وارد تونل میشه. گفت قطار که رفت تو تونل من به تو میگم یه نون به من بده، تو به جاش یه بوس به من. گفت باشه. قطار رفت تو تونل و این گفت عزیزم یه نون بده، اون یه بوسه داد. عزیزم یه نون بده، یه بوسه داد. ادامه پیدا کرد. قطار از تونل اومد بیرون. گفت عزیزم تو به من چند تا نون دادی؟ گفت 6 تا. گفت ولی من 2 تا بیشتر نگرفتم. یه پیرمرد پشت سرش بود. گفت والا ما دیدیم نونوایی خلوت 4 تا ما گرفتیم. خیلی بی‌تربیتی. شما از بعضی چیزا خبر ندارید، من خبردارتون میکنم. من مطمئنم که شما نمیدونید برای سریال یوزارسیف و برای نقش یوزارسیف اول اومدن دنبال ریوندی. گفتن حاضر این نقش رو ایفا کنی یا نه؟ گفت چرا نه، اما من عمرن روی زلیخا رو زمین بندازم. دیدن بابا این گاگوله، رفتن مصطفی زمانی رو پیدا کردن. تو خوبی اصلا تو بشی جلو. آره
رفته بود خواستگاری. پدر عروس بهش گفت که شما شغل شریفتون چیه؟ اومد یه چارتایی بیاد گفت من در شرکت اپل کار میکنم. پدر دختری خیلی خوشحال شد، بالاخره یک شرکت معتبر بسیار پولداره. گفت دقیقاً سمتتون اونجا چیه آقای شهریاری؟ گفت اونجا سیباشونو گاز میزنن. دیگه دو سیبش گاز جایدن شد.